یک دختر سوال داده است که من گاه نماز میخوانم گاه نماز نمیخوانم، گاه پدرم نماز میخوند گاه مادرم نماز میخوند. این نماز نیست. اسلام در ولی بعض شما هم بده فقط بامداد میخونده، انشاءالله بامداد علی فقط بامداد نماز میخونه تمام، 4 وقت دیگر نماز نیست. بعضت فقط نماز جمعه میرفته، جمعه علی جمعه بوی فقط جمعه، نماز جمعه میرفته خدا خواست نماز جمعه میخونه تمام. بعض با آدمایی که عید علی فقط نمازی که عید میشه 1 سال نه 1 بار، این نماز نیست. والله قسم به خدا که این وای هونیس میشم من. کسی که 5 وقت نماز نمیخونه فقط بامداد میخونی، فقط پیشین میخونی، فقط عصر میخونی، فقط شام میخونی، فقط خفتن میخونی و این نماز نیست، تو بنده خدا نیستی. تو بنده